خب این هم NX سوممون رو که داریم تستش رو میگیریم. باز هم رو 28 ستش کردیم، یعنی من اگر به 28 برسم باید 100% خروجی یعنی 20 میلی آمپر رو برای درایوم داشته باشم. حالا دما رو میارم پایین به 25 برسه تا اینکه ببینیم که کاهش در واقع میزان درصد خروجی رو داریم. ببینید که دما وقتی کاهش پیدا میکنه میرسه به مقدار 25 درجه، ما به 0% یعنی 4 میلی آمپر میرسیم و دور درایومون هم در واقع درایومون ببینید به چه مقدار کاهش پیدا میکنه و کاملا بسته میشه. کنترل درایومون میره روی 4 میلی آمپر. حالا اگه بخوایم از 25 دوباره افزایش داشته باشیم، از 25 دوباره شروع به افزایش درصد خروجی و افزایش جریان اعمالی به درایو میشه که توی 28 ما به ماکسیموم مقدار برای درصد خروجیمون میرسیم. خب این هم تست NX سوم که انجام شد. ممنونم.